نام سزار تشکیل میده. الان این رودی که ما میریم پیشش اسمش هست سزار. تو راه که میمدیم یه ایستگاهی توقف کرد قطار، اسم اون ایستگاه چمچیته. حالا چمچیت چیه؟ یا آبشاره هفت آبشاره یه منطقه است و یک آبشار معروفی داریم به نام چمچی که اون سمت این رودخونه است، اون طرفه و 40 تا آبشاره که ما 10 تاشو میتونیم ببینیم. فوق‌العاده زیبا، یکی از زیباترین آبشارهایی که من دیدم. خب از بچه‌ها بگید بچه‌ها اینجا ایستگاه راه آهن بیش است، یکی از زیباترین ایستگاه‌های راه آهن. قدمتش چقدره؟ کسی میدونه؟ قدمت راه آهن ایران کسی میدونه؟ نه. سال 1308 تا 13 یعنی 3 الی 4 سال راه آهنه که فوق‌العاده سخت و صعب العبوره. یعنی شما هیچ چیزی ندیدید امروز تو قطار. اگر از راه چمچید با ماشین بریم وقت متوجه میشید که چه قدرتی، چه همتی، چه پشتوانه محکمی بوده است این راه آهن ساخته. جایی که هیچ راهی نیست که بره دادم و کار کنه. درختای چناری که اینجا میبینید بعضی ها 300-400 سال قدمت داره و اسم این کوهی که اینجا داریم ما میبینیم اسمش یک کوه داریم رو به رو که کلاه سره و یکی هم ازگنه. ازگن این آبشارها و چشمه ها میاد داخل این ایستگاه و توسط یک جوب و کانال کوچک هدایت میشه. از این طرف میره قسمتیش بالای یه قسمتی از آبشار بیشه این آبه، قسمتی دیگهش از توی اون اردوگاه سپاه که میاد و یه قسمت دیگهش یک رودی داریم که تو راه که میریم این رودا نشونتون میدیم. اون هم ملحق میشه به روده اسمش سزار. توی راه اون ایستگاه چمچید که ایستگاه قطار یک رودی دیگه به سزار اضافه میشه که رود گهره که از دریاچه گهر میاد که فوق‌العاده زیباست اون دریاچه. بچه تو روستای بیشه که میریم ما میبریمتون از داخلی روستا